سلام، من مهدی میرباقری هستم. ایلون ماسک همیشه مخالف ازدواج دو جنسی ها و تغییرات جنسیتی در آمریکا بوده تا اینکه در سال 2020 بزرگترین پسرش ژاویر ماسک تقاضای تغییر جنسیتی کرد و جنسیت خودش رو به دختر تغییر داد و اسمش رو هم به ویویان ویلسون تغییر داد. و یکی از دلایلی که ایلون ماسک به ترامپ پیوست همین مخالفت ترامپ با دو جنسی ها بود و تغییرات جنسیتی. و ویویان هم در مصاحبه‌ای که کرده اعلام کرده که دلیل این کارش این بوده که پدرم خیلی خشن بوده، هیچ وقت خونه نبوده و زمانی که من رفتارهای دخترانه از خودم نشون میدادم فریاد میزده و مسخره میکرد. حالا مصاحبه ایلون ماسک با جردن پیترسون رو براتون میذارم. فکر میکنین چرا میخوای این قضیه رو مطرح کنی؟ به دلیل اتفاقی که برای بزرگترین پسرم افتاد، جایی که من اساساً برای امضای مدارک پزشکی پسرم ژاویر فریب خوردم. این قبل از این بود که من هر گونه درکی از پیش رو داشته باشم. خیلی سردرگم بودم. تو میدونی که گفته بودم میترسم ژاویر خودکشی کنه. این یک دروغ از طرف جامعه بوده. اگر آمار خودکشی بالا رفته، این به دلیل افسردگی ها و اضطراب‌های زمینه‌ای و نه علامت جنسیتی. آخه این برای من توضیح داده نشده بود که داروهای جلوگیری از آثار بلوغ همان عقیم سازی است. به همین خاطر من به طور بنیادی پسرم رو از دست دادم. اونها به من گفتن میتونی اسم این وضعیت رو مرگ بذاری چون پسرتون مرده. پس پسرم ژاویر مرده. اون با ویروس روشنفکری به قتل رسید. متاسفم، من نمیتونم تصور کنم حتی چجوریه. کودکان تحریک شده فراوان زیبا نیستند. این میتونه پایان مصیبت ها باشه. من قسم خوردم ویروس روشنفکری رو از بین ببرم.